خیلی خفن. این ویدیو پارت اول جنگ قبیله ای هست و من و مستر وینر دست به یکی کردیم تا یعنی یار شدیم تا مستر گیم و خودش و قبیلش رو از بین ببریم. و بچه ما همینطور که مشاهده میکنید اینجا یه اتاقک هست که داخلش بدمونه، یه طورای مثل بدوارز بازیمون و باید هر کی بده اون یکی رو نزن خرابش کرد برده، بازی رو برده. خب حالا مستر گیم خودتو معرفی کن. سلام، من مستر گیم هستم و بچه ها این لایک و سابش هم کنید. چه حسی داری؟ من نیاتون حالا هیچ حسی ندارم، فقط حس این که دارم که حس باخت. نه چه؟ حس میکنه که قراره احتمالا 40% به قرار ببرم. 40% احتمال. مستر وینر خودتو معرفی. سلام، مستر وینر هستم. مستر گیم خیلی خوشحال هستی و انگار نمیدونی چه بدبختی هایی در پیش روی تو هست و فاتحه خودتو بخون. خب و فاتحه خودمون بخونم. اللهم صل علی. 1 2 3 شروع شد. بریم. مستر وینر من میرم چوب میکنم. اسم قبیله ما راستی ماکسیموسه و فایر شیلد. بله. مستر گیم هم فایر شیلد هستش. مستر وینر من میرم چوب میکنم تا غذا و معدن معدنی. یه زامبی دیدم. زامبی و بچه راستی میتونیم قبیله خودمونم پیشرفت بدیم. آتیش گرفتم رفتم داخل معدن و 4 تا قلب دارم. بمون شانس آوردم. قسمت اول هم میشه پیشرفت که قبیله رو، یا فقط قسمت دوم شروع به پیشرفت؟ نه قسمت اول. قسمت اول هم میشه. قسمت دوم هم میشه یا نمیشه اونم؟ دیگه تا آخرین پارت بازی میشه. قسمت اولم نمیشه جنگ کنیم. نه جنگ نمیکنی چون فقط بدارم رو زیر زمین نداریم. نه همون جایی که هستم فقط بدار قرار میدی داخل اون. نه میتونیم تغییر بدیم ولی زیر زمین اصلا. ببین داخل اتاقکا رو به هیچ وجه نمیتونیم تغییر بدیم. اوکی. خب ریسپان زدی مستر وینر؟ بله. اما دارید من نزدم. نزدی دوباره بزن. یه جای دورم. من 22 تا چیز بکنم چوب برم الان اتاقکم نشونتون میدم. 22 ضرب 4 88 عالی میشه. بحث ریاضی رو نکش که وسط که من حالم از ریاضی و خودشو سازنده شو خواننده شو نمیدونم کلا از خاندانشم خودشو بدم میاد. من گیر کردم چون موقع من بدبختی که غذا فعلا ندارم. خب میریم 11 تا داریم. مستر گیم میگم 11 ضرب در 4 چند میشه؟ 40. خب گفتم بحث ریاضی نکش وسط. دقیقا 3 تا قلب دارم. میتونی حمله کنی. این درخته چای طوریه؟ این نگاه پاره است. قبول دارین چقدر زغال زیاده یه جا؟ مثلا الان من 23 تا یه جا زغال پیدا کردم. زغال؟ مستر بینه یه کاری کنید همه چیزاش سنگی شدن. الان میام چوبا رو آماده کردی؟ من 16 تا. تو خود هنوز چوب نکندی؟ نه. برو بکن 16 تا من کندم. گفتی سنگی شدم؟ بله در شما آیرونی دارم میشه. ایرانی احتمال دادم البته چیزی سنگی بشی. نمیتونم نگاه کنم.
16 تا 6 تا دیگه میخوام. چوب برم اتاقه کن نشونتون بدم. اصلا هم فکر نکنم خوشتون بیاد ازش، چون سریع ساختیم گفتیم فقط ویدیو رو بگیریم برای شما عشقا. بله. لطفا ساب و لایک و کامنت و زنگوله و حالا خودتون میدونید همه چیز همونا یادتون نره لطفا. چوب خرید و فروش هم داریم ها. مثلا الان من میتونیم ترید کنیم. آره میتونم مثلا میام میگم 3 تا آیرون بهتون میدم 30 تا مثلا گوشت بهم بدید. 3 تا آیرون 30 تا گوشت. مثال اصلا مثالش هم منطقی نه. خب ما بریم منظورتون کیپ اینونتوری کنیم؟ کیپ اینونتوری بچه ها تو کامنت ها حتما بگن. حتما بگن. حاجی من ببینم اومدم سمت چیز. نه درسته. بچه ها اینه زیاد اصلا چیز جالبی نیست. چند میگه نیست. و باید چیزش کنیم. من یه دونه کرافتینگ تیبل بسازم. خب نه ما به چیز نیاز داریم 96 تا عالی، ولی ما همشونو چوب نمی کنیم، بلاک نمی کنیم و که زیاد دستورمون پر نشه. خواهش میکنم. خب همینقدر خوبه دیگه. چیز اسمش چی بود؟ کرافتینگ تیبل 2 تا بسازم. یکی بس 2 تا میسازم اگر لازم بود. چقدر سمیدی تو؟ کی؟ این گوسفند داریم دیگه داداش. این چوبا رو اینونتوریمو کلاسیکش کنم و من یه خونه خونمونو حاصل ندارم الان پروری ارتقا بدم. برو چیز کن. بیا پیشم چیز کنیم. وایسه برو کنار که رفتیم اینو بکنیم. نمیخوای بذارشیم داخل 8 تا گوشت خوک میدم بهم. فعلا ما خودمون هیچی نداریم داداش. چیز شد. خب ما گفتیم داخل خونه اجازه نداریم چیزی بسازیم. خونه چی بسازیم. خب تا خونه رو مثلا باید بزرگتر کنیم. نه عزیزه در. خب اون 2 تا شمشیر و 2 تا کلنگ. بیا یه دونه کلنگ بگیر خدمت شما. اینم یه دونه شمشیر. خب تو میتونی به این چوب بکنی باز؟ من چوب بکنم باش. برو چوب بکن من میان دیگه تو مد. خب باش من برم یه دونه پس چیزم بسازم برای خودم. چوب ما داریم زیاد. ما چوب زیاد داریم. اوکی 36 تا چیز داریم پخته شده. میگن چی میگن 17 تا چوب خود درختن. من چی کار کنم؟ برو حیوان بکشم. بله باش بذار مستر گیم رو بکشم. نشوخی کرده دارم میمیرم. چیز که بود چیز بیار. 11 تا گوشت میدم بهم 40 تا چوب بدید. 11 تا گوشت میدی؟ نظرت چیه؟ 15 تا 11 تا با 3 تا گوشت پخته شده. نه نمیخوای این بده. سنگی داری وسایل سنگی؟ خب وایسا یه دونه. نه گوشت نمیخوام. چیز کنیم من میگم بهمون یه دونه یه دونه چیز بده. بگو کلنگ سنگی بده. ما هم بهت 20 تا چوب میدیم. نظرت چیه مستر وینر آقای برنده؟ اوکیه؟ نه بگو. اوکیه. نه نمیخوام چوب نمیخوام. چوب نمیخوای؟ نه 17 تا چوب خود درخت 15 تا کجای ماکسیموس؟ من دمه چیدم دیدین؟
نظرت چیه؟ 15 تا گفتم. بیا. صبر کن. نمیخوام. ایسکامو گرفتی دادا؟ دادم. دادی؟ آها ممنون. فقط یه سال هیچ برو. بیا اینجا. کجا رفتی پداداش؟ با منی؟ نمیخوای واسه نه. مفتی؟ چقدر درم بمون 3 تا ولی پشتم بعدا حالا شاید به یه چی بر رایگان بمیری. گم شو خودت با دل خودت رایگان اگر دادی. میخوای بیا 15 تا بهت بدم برو. منتم نکش. ببینم چست میتونم بسازم. بیا مستر وینر این بسازم. این دارم. کلنگ بهت بدم. الان بذار اینجا چیز عالیه. این زمین کشاورزی هم باید بسازیم. آبشو من بهتون میدم. چیو؟ آبشو. آب برام کشاورزی. آره. مفتی یا چی؟ فقط چوب بهم بدی. نه ممنون دارش. تو برو چی؟ مستر اومدی یا نه؟ بله. بیا پشت سرت. خب بیا چیز ببر جلوت. بردیش. آن دست درد نکنه. عالی. من میرم باز تو معدن. برو 2 تا گاز. ببینم چی میره. اوفش عالی شد. اسموکر کار همون چیزو میکنه. گاز. آره فرنیس چیز اسموکر هست. خب کار همون فرنیس رو میکنه. آره ولی هیچ چی نمیتونی بپزی. فقط گوشتم سری میپزه. اوکی مرسی. چی بسازیم؟ خواهش میکنم مستر گیم. چوب یه کمی. آره چوب لازم داری. 50 خوبه. خب دیگه من خونمونو یکم ارتقاش بدم ها. بده یعنی قبیله‌مون یکمی پیشرفت بدم. پیشرفته. بچه حتما بنویسید داخل کامنت ها که ما این ویدیو رو کیپ اینونتوریش کنیم یا نه. داخل کامنت ها برای من خیلی مهمه این. و اگه نظری داشتین که میخواستین در ویدیو اضافه کنیم حتما تو کامنت ها بگین. بچه بگید مثلا موضوع ویدیو چی باشه. مثلا بگید موضوع واسه ویدیو همون مثلا چه ویدیوهایی بسازیم. وای چند آپدیت قبلی ماینکرافت من هیچ وقت یادم نمیره. چرا؟ یعنی چند آپدیت قبلی زامبی میتونستن در رو بشکنن. واقعا؟ من به این دقت نکرده بودم. ایوای چه میام داخل. فرنیس نساختم. یه دونه موقتا اینجا میذارم. تو بیا اینجا. نه تو بیا اینجا بشو. یا برام بسازیم خونه کامل میری باش. میگم مستر گیم میگم میتونی پرواز کنی از بالا بیای به همون نفوذ کنی. راستش کنی مگه چیترم. من رو ویدیو تو واقعی بود. کدوم؟ تو سرور بودی. بله. این چیت کجا شد؟ پول دارن و چیتا هم گرونن میدونی. من چیتی داخل سروری تازه خدا شکر کرد که مثلا اوبر سرور نبود. یعنی اگر بود درجه بنش کرد. آره راستی مستر چیز وینر میگم چیز نداری
تبر چی؟ تبر نه. یه دونه بساز یکم چوب لطفا. آره. ماین کن یه فکر نکنم به تو چرا خیلی این داری چی کارش میکنه؟ دارم میکنم امترش آنتی نفوذ آنتی نفوذ what the fuck. بله آنتی نفوذش دارم میکنم. ای نگرفتم. مثل ماکسیموس. بله مستر ماکسیموس. بنده ماکسیموس هستم. مستر ماکسیموس بجی اینو آقای وینر بله اینجا چیکار میکنی؟ خیلی خونه توه. جان اشتباه آمدی برو برادر بیرون از دست بچه این دوزی. اینجا آلیش وای بجی این کابوس هم ماکرفت من آمدم خوش آمد. خب چطور آنتی نفوذ نیست اینا رو درست بگیر فعلا. چوب نداریم بیا آوردم چیزایی که پرت کردی کجا رفت؟ من گیر کردم داداش گرفتیش. من گیر کردم آها آفرین یه تبر میتونی؟ تبر میخوای؟ آره. بیا سنگی برات آوردم پایینه تا هم بیا گیر کن نه تو نیا اومدی؟ نه خب یه کار رو برکنم این رو ماکسیموس اینا بنداز پایین الان میام من میونه خوبی با خیاری ندارم. خیاری بکنیم بریم پایین ها چون میونه خوبی ندارم. به در نمیخوره واسه معدن و اینا اون درد سر داره بخوای برش بباری. خب چوبم که زیاد داری چی انداختی؟ برات غذا انداخت. دست در بیا 6 تا چیز بودن. آره. خب در آخرای ویدیو باید باشه و من هم برو کنار رسی لطفا برو کنار. خب هنوز آنتی نفوذ باید براش بذارم. اصلا دلتون میاد با این خونه های زیبا بجنگیم بخوایم بجنگیم؟ آقا راست میگه مستر گیم با توه. الان اینجا ما یه در لازممون میشه حتما. اینه این در خوبه. میدونه بیا تو میدونستی نه اربابی نه اون زغال داری؟ من؟ نه تو داری مستر؟ بله میخوام با تاق بزنم. بفرما. چی میخوای؟ اینو بگو. چوب به مقدار خیلی زیاد. یا اول یا قرآن چی شد؟ ما تا 30 تا حله. خام یا حس 30 تا نه 32 تا بهت بدم. خام نه من خام میخوام. ماکسیموس. خام 5 تا میتونم بدم. بله میگم اگه اشتباهی کندو رو بزنی بگو خب میفتن دنبال. قاعدتا میفت. چه کار کنی که دیگه نیفتن؟ برو داخل آب فکر کنم درست میگم. بازم میفتم. خب هر موقع آب اومدی بیرون میفتن دنبال. میتونی بمیری وسایت میخوای بذار داخل چیز برو بمیر. ولم بهت الحمدلله یه حوصله‌شون رو سر بردی. این یه دونه میذارم اینجا. چطوره؟ هنوز درست چی گفتم؟ آنتی نفوذ نیست ولی خوب. خیلی خوب. برو باید در مخفی بسازیم. نظرته؟ عالیه. خب بچه ها ما باید با شما دیگه خداحافظی کنیم و تا پارت بعدی
خدا یار و نگهدارتون. خداحافظ. خدا حافظ. لایک و ساب و کامنت حتما یادتون باشه و اگر ایده واسه ساختن ویدیو دارین به ما بگین و حتما بگین که داخل کامنت ها کیپ اینونتوریش کنیم یا نه.